سوال دیگر، آیا استاد با لباس صورتدار نماز خوانیم یا نخوانیم؟ با لباس های صورتدار نماز نخوانیم. اگر صورت های مقصد یگان مثال هست صورت های مسجد های یا صورت یک عمارت زیبا های یا صورت یک گل های یا صورت یک باغ های، یعنی همین صورت آدم و حیوان اگر نباشد هیچی باقی ندارد. یعنی دیگر صورت ها مثل یک صورت بیرق های، یعنی اینها قطعی اجازت های. ولی کوشش کنید که اگر لباس هایی که به صورت باشند اونها قطعی شما اگر عادت کنین این بهترین می شود. پیامبر اسلام درود خداوند بر او باد می‌فرمایند حجامه شفای امتی من است. شما اگر از بیماری‌های فشار بلندی، استرخوان دراز، رادیکولیت، پروستاتیت، گریژا، روماتیسم، بیماری‌های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری‌های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و اینچنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج میبرید، حتما در رقم‌های روی اکران بوده در تماس باشید. بختیار حجامه در خدمت شما است. سراغ ما شهر مسکو، ورخناپولیا، دام 48 در نزدیکی بازار صدوات. حتما در رقم های ما در تماس برایید. ولی با صورت حیوان یا با صورت انسان اگر داشته باشد شما با اینها نماز نخوانید. و البته لباس پوشی هم برادرها و خواهرای عزیز یک استتیکای خودش دارد. خدای مهربان لباس زینت خواندگی در قرآن. برای همین از پوشیدن لباس های تنگی که تمام وجود شما را نمایان میکند، خواه خواهرای ما باشد خواه برادرای ما، احتیاط کنید، زیرا این یگان زینت هم نیست. بسیاری از مسجدها در میره ببینید دادرای عزیز وقتی شما سجده میکنین یک بار اهمیتین همین قدر مقصد اما کرته های شما کلته هستند که حتی در حالت سجده مثال به طرف سرتون میره، حالا که قسمی پشت شما نمایان می شود. یا بعضی بروک های به اندازه تنگ هست که تمامی بگیم قالب پیش و پس همش نمایانه. برای همین دادرای عزیز الهی مهربان شما را خیر تید، احتیاط کنین که این گونه لباس هایی که گویم همین در بدن های شما چسبیدن، اونها از غیر از یک طرف بینین در شریعت هم اگر نادرستن باشد جهت دیگر سلامتی تون بسیار زیان داره و زلال داره. برای همین حرکت کنین که لباس های هم در شهر می پوشیدگی هم در مسجد شما یک لباس های باشد که بسیار موافقی بر همون عبادت شما باشد. برای همین هر یک اعمال صالحی که شما انجام میتین ثوابش به مرده های ما میرسه و اونها آگاهی هم پیدا میکنن که ما از اونها یاد کردیم، ما در حق اونها مقصد فلان کار خیر انجام دادیم، بلی اونها از این آگاهی پیدا میکنن. من در مهاجرت زن دویم شدم. اول به شاهد نکاح کردیم و بعد چند ماه با حضور یک شاهد باز نکاح کردیم. آیا این درست است؟ شما وقتی نکاح میکنین حتما شرط هایی که در نکاح هست این است که حضور همون بچه و حضور همون دختر باشد، دیگر رضایت پدر و مادر باشد، سیوم حضور دو شاهد باشد. اگر همون داملایی که نکاح میکند با یک نفر دیگر هم که باشد، هم به حیث نکاح کننده هم به حیث شاهد داملا حساب می شود. یک نفر دیگر قطعی داملا در کاره. یا اگر به شرطی که ما مثال دو نفر بغیر داملا هم که بیاریم این هم با نور بالای نور می شود. انامین شرط های درست شدن نکاح ما هست. یکی حضور زن و مرد باشد،
یعنی همونایی که زن و شوهر میشوند. دوم، پدر و مادراشون یا حضور داشته باشند یا ریزاگیشون دادگی باشند، آگاهی داشته باشند، پنهانی از یا نباشند. سوم، حضور شاهدها. شاهد نوابسته از طرف عروس های، از طرف شه های، یا یک نفری که هیچ کدام ایرا نمیشناسند اجازت های، فقط مسلمان باشند. یعنی در نکاح برای درست شدن نکاح انمی شرطها را خواهرها و برادرای عزیز خیلی رعایت کنید که با این زندگی های حلال حرام در اینجا حل می شود. از همین چیز باید حتما استفاده بریم. تا چند سالگی فرزند عقیقه کنی درست است. یعنی عقیقه در مذهب خودمان حکم مستحب داره، لیکن نزد جمهور حکم سنت داره. مثال ما تا 7 روزگی میگیم، 14 میگیم، 21 میگیم. از او طرف اگر کردیمم، یعنی انشاءالله ثواب صدقه را، ثواب احسان میگیریم. ولی تا 21 روزگیشه اگر از جانب او عقیقه کنیم، عقیقه حساب میخوره. آیا پیشاب آدم را برای زخم استفاده بردن درست است یا نه؟ اگر در هر یک بیماری که طبیب حاذق، طبیبی که حقیقتاً وای گویم که یعنی دانش مکمل داره، وای حقیقتاً همون طبیب بدنش معروف و مشهوره، یعنی علم طب میدانه. اگر همین خیل طبیب با حرام اگر برای چی نوشیدن باشد یا برای چی مالیدنی در پوست باشد، اگر وای توصیه دید، بعد آنه که ما از حلال ها کردیم و شفا نیافتیم، اگر همین خیل طبیب ما را مصلحت بتد، همین حالت در مباح می شود. یعنی آدم نه گناهگار می شود نه ثواب می گیرد. خلاص جایزه، درسته. نماز خفتن را میگویند چقدر دیر خوانی ثواب است. آیا این درست است و تا ساعت چند شب خوانده می شود؟ نماز خفتن یا عشا میگیم، نماز اگر اینا بگذار نماز خفتن ما اگر اولی وقتش اگر از ساعتهای 8 باشد، من تاجیکستان در نظر دارم، و صبح دمیدن از ساعت مثال 5، یعنی ای 8 تا 5 برادرای عزیز، مثال چند ساعت؟ یعنی 7 ساعت های. انکه ما همین 7 ساعت اگر به 3 تقسیم کنیم، یک حصه امیر اگر در بالای ساعت 8 که اولی وقت بود، مثال این اگر 7 ساعت اینا بگذار 3 ساعت به خاطر به فرزندی جدا شود جایز است، چون که دکترها میگویند از این مرد فرزند نمیشود. البته درسته، برای این مهلت میتن. مثال وقتی که میروند طبیب ها معین میکنن که از همین دختر فرزند نمیشود یا از همین بچه فرزند نمیشود. اینجا تا 1 سال همین ها باید که دنبال طبابت باشن. وقتی دیدن که تماما دیگر هیچ امکانی نداره، اینجا حق هست که اینا از یکدیگر جدا شوند، تا که مقصد دخترم که اگر به خاطر آنه که مردکش مثال به اولاد یا به نسل یا به فرزنده، تا این زنم از این نعمت به بهره نمانه. یا عکسش اگر مردک هم همین خیل باشد، میتونن که یعنی از یکدیگر جدا هم شوند. میتونن که اگر با یکدیگر جدا هم نشوند، میتونن که مثال زندگیشون دوام تیان. اگر اجازت بین یکدیگر بگیم یا مصلحت بین یکدیگر شوه و زن یا مثال همون مردک اجازت اگر مردک باشد بگیرد یک زنی را که از او فرزند میشیدگی باشد، اینش باید راهی درستش است. لیکن اگر به شرطی که
ана мардак ин хел бошад, занак аллакай талоқша талаб мекунаву мерава шавҳари дигар мекунад.